یک نفر برش یک مشکل پیدا میشه میره پیش جادوگر، میره پیش یک فالبین، میره پیش یک آدمی که او چیزیست، آنن او میتونه برش یک کار بکنه. لکن جادوگر چی کرد؟ جادوگر مشکل تو را در چی طور مبتلا کرد؟ تو را در شرک و در کفر انداخت. چرا؟ وقتی که پیش جادوگر داخل شدی، جادوگر اول چیزی که کاری که قراردادی کرده تا وقت انسان جادوگر نمیشه تا که سر قرآن لغت نکنه. پس تو را وادار میسازه کنه امو جادوگر دمو زیر یک جادوگر گیر کردن، بالاخره که اتاق خزیره کشف کردن، اعتراف کرد، گفت قرآن کجا ماندی برام؟ بکش قرآن. اما نفرها میفهمیدن، گفت بکش در کجاست قرآن در اتاق تو. خب بالاخره اینه که یک چند سیلی کش کردن و گفتن عاجل برقه بکش. گفت بیاین برو اونجا دمین دروازه دمین زیر پای که نو داخل میشه قرآن شریف دفن کردن در خاک دروازه. و هر کسی که پیش جادوگر میره چی میکنه؟ با دو قدم خود سر قرآن میشه. دیگه جلدای قرآن گفت دیگه کجاست؟ بکش تو قرآن شریف حتما در اتاق است. گفت ورن صاحب در زیر خانه برین. در زیر خانه 10-20 بیل مرداری و کثافت انداخته و امروز از جلد قرآن هم مانده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 43 عقیده هستیم. درس 42 در هفته گذشته سر موضوع استعانت صحبت کردیم که بعضی از نقاطش مانده که اون نقاطش هم باید انشاءالله امروز سرش بحث میکنیم. در قسمت استعانت ما شما در هفته گذشته در لغت و در اصطلاح و منزلت و یاشه خواندیم، حکم استعانت هم خواندیم. یک نقطه که بسیار در موضوع استعانت مهم است در باب عقیده مسئله عالم اسباب است و مافوق اسباب است که انسان همین نقطه‌ای که کدام چیزا مربوط به اسباب میشه و کدام امور مربوط به مافوق اسباب میشه و این بسیار آسان است. عالم اسباب همین عالم است که ما شما زندگی میکنیم. الله جل جلاله برای ما شما مثلا دست داده. وقتی که دست داده یک وسیله، یک سبب است برای خوردن غذا، برای کار کردن. پس این حال ما شما باید از این وسیله استفاده بکنیم. پس اینه میخواستیم که دست داریم برای کار کردن، استفاده از استفاده میشه، پای داریم برای رفتن، عقل داریم برای فکر کردن، حس داریم که در مسائل محسوس از او استفاده بکنیم. این حال مثلا اگر یک نفر پیش دکتر میره، تداوی میکنه، عملیاتش میکنه، معالجهش میکنه، این کل شامل میشه به عالم اسباب. مثلا دکتر از نگاه مسلکی و علمی معاینه میکنه، ضربان قلب مرا ببینه. وقتی که ضربان قلب میبینه این محسوس است و هم وسیله نشان میده برش که مسئله غیب نیست، نشان میده برش که اینی ضربان قلبش نرمال است، غیر نرمال است. اگر کدام نلش بند باشه یا در برق مثلا قلب برق داره، سیستم برقیش خراب شده باشه، پس همین چیز داره دکتر متخصص با اون وسایلی که داره او را تعیین میکنه و بالاخره دوایی میده که اونمو مشکلی که وجود داره او را جور بسازه. پس این عالم اسباب است و همین که الله سبحانه و تعالی بر ما عقل داده و علم داده. از این خاطر اگر یک نفر پیش دکتر میره هیچ وقت مخالف قضا و قدر الهی نیست. چرا؟ اگر در تقدیر تو مریضی و شفا هست، در تقدیر تو دستام است، در تقدیر تو عقلام است، پس تو هم در تقدیرت است. تو چرا از عقلت استفاده نمیکنی؟ یک نفر از عقل خود استفاده نمیکنه، میره خود بین چا میپرته، میگه در تقدیر من رفته که من خود در چا پرتم. در تقدیرت خود عقلت هم رفته که باید از عقلت استفاده کنی. اینجا الله برات گفته که خدا ناقی نکش. تو میری خدا به زور در چا میپرتی. اگر در تقدیرت مردن است، در تقدیرت عقل هم است. پس اینجا جای عقلت است، باید از اینجا استفاده بکنیم. این عالم اسباب عالمی هست که در او انسان الله برش امی صلاحیت داده و امی تصرف داره. پس انسان در عالم اسباب کار میکنه
ما در عالم اسباب پیش دکتر میرم، ما در عالم اسباب میرم پیش دکتر و دکتر مرا تداوی میکنه. پس این اسباب است، دوا میگیرم. این عالم اسباب است. این کار پیغمبر هم کرده، صحابه هم کردن و علمای بزرگ و فقهای اسلام هم کرده. پس این مخالف چی نیست، مخالف اسلام نیست، بلکه اسلامی را چی میکنه؟ تایید میکنه. اگر تو مریض هستی پیش دکتر نمیری، در خانه افتادی و به هلاکت میرسی، تو مسئول هستی پیش الله، تو خودکشی میکنی. پس انسان باید در عالم اسباب حرکت بکنه و از عالم اسباب استفاده بکنه. این حال مایات، جامدات، گازات، وسایل یا کلش طب، علوم، درس، کلش شامل عالم اسباب است. پس انسان مسلمان از عالم اسباب استفاده میکنه. نقطه دومش عالم مافوق اسباب است. عالم مافوق اسباب چی است؟ که این مربوط به خالق متعال میشه. او مربوط به آیت شریف میشه که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یک نجار میخواد یک میز بسازه. نجار اینمی میز بدون چی ساخته نمیتونه، بدون چوب، بدون از اینکه وسایل داشته باشه ساخته نمیتونه. اما اگر الله بخواد که اینمی تو یک میز خلق بکنه، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میگه شو پس میشه. این حال وقتی که الله خواست انسان خلق بکنه، خلقش کرد. روح بدمانه، روح دمان. این حال ای مربوط با عالم مافوق اسباب میشه، چون الله به اسباب مادی نیاز نداره. جهان خاص خلق کنه، خلق کرد. موتر خاص خلق کنه، خلق کرد. این حال اینی عالمی که مربوط به اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این مربوط به یکی از صفات الله است. این حال اگر یک کسی برای یک مخلوقی صلاحیت میده، اینی غلط است. پس یکی عالم اسباب شد، یکی عالم مافوق اسباب. عالم اسباب تا اگر برش یک خط بگیریم، عالم اسباب عالمی است که ما زندگی میکنیم و الله برای ما اجازه داده که در این ما حرکت بکنیم. در عالم اسباب اینی عالم اسباب است. ما از شما کمک میگیریم، مرا در موتر تا خیرخانه میرسانی، پس عالم اسباب است. خودت همین صلاحیت داری و ما در چوکات عالم اسباب از خودت کمک میخوایم. این استعانت در عالم اسباب است و این از مخلوق جایز است و مشکلی نداره. اما دیگه عالم مافوق اسباب است که اینجا انسان تصرف کرده نمیتونه. وقتی که انسان تصرف کرده نمیتونه، دکتر بر جواب داد، گفت تو دیگه شفا نمیافی. دکتر گفت که راه حل نیست برای تو، چی است؟ از این خاطر با عالم مافوق اسباب رجوع میشه. مثل زکریا علیه السلام ازدواج کرد در عالم اسباب. ازدواج کرد در عالم اسباب که اگر یک جوان با یک دختر جوان ازدواج میکنه، عالم اسباب است و امی ازدواج از اینا سبب میشه که یا صاحب چی شون؟ اولاد شون. زکریا علیه السلام هم ریش سفید شد، خانمش هم سنش پخته شد، خانمش در جوانی هم اولاد به دنیا ناورد و آل سنش به اندازه رسیده که دیگه بیخی ناامید هستن. پس زکریا علیه السلام دید که عالم اسباب قطع است. آل بغیر از که اراده الهی اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس رجوع کرد به الله و گفت که ربی اینی وهن العظم منی، پروردگار ما امی استخوانم بسیار ضعیف شدن و اشتعل رأس شیبی، مویای سرمون بسیار متسفید شده دیگه. و در پالوی ازی خانم ما عاقر بوده یا خانم ما نازا هست. پس پروردگار و من نافرمانی تو هم نکردیم که پیش یک مخلوق برم. اینا فهب لی من لدنک، خودت برای یک فرزند بده. و به این عقیده بود که آل خود ازدواج کردن و خانم جوان بودن و خانم صحتمند بودن و شوهر جوان بودن این عالم اسباب است. آل از اسباب دنیایی من خطا شدم، آل ما میخوایم که مافوق اسباب اولاد بخوایم. الله جل جلاله برش گفت که ما برای تو یک فرزند میتیم به نام یحیی، ولی مو سن پخته و سن چیز. چرا؟
به خاطر از اینکه این مربوط به چی بشه؟ ما فوق اسباب. اینی تقاضایی را که یوسف علیه السلام در عالم ما فوق اسباب از خالق کرده، متاسفانه بسیاری مردمایی که عقیده رو نمیفهمن همین تقاضا رو از کی میکنه؟ از مخلوق میکنه. پس این کارش با آنچه که قرآن گفته در تکر شد نشد. بس وقتی که عمل انسان با آنچه که قرآن گفته در تکر شد و اینجا برای این نقص چی پیدا میشه؟ در عقیده پیدا میشه. یعنی دقت، یعنی قرآن عظیم شان وقتی که یک قصه را میگه، هدف از این قصه این نیست که ما مثلا قصه را بخوانیم، بلکه از هر کلمه او قصه یک پیغمبر است یا هر قصه که در قرآن است، از هر کلمه از او یک درس اعتقادی گرفته میشه. اینال او لحظه که مثلا این پیغمبر الله طفل نداشت یا فرزند نداشت، خود بسیار پیغمبرها بودن قبل از این تیر شده بودن، آیا گفت که پروردگار بروی فلانی پیغمبر بر ما بچه بده؟ نگفت. آیا به قبر کدام پیغمبر رفت؟ آیا پیش کدام فالبین و جادوگر و تعویذگر رفت که برای من یک تعویذ بده که خانه مشرک شده؟ ببینید همین کارا رو کلش این پیغمبر نکرد. چی کرد؟ رفت نماز خواند، عبادت کرد و سجده کرد و گفت، دعا کرد، گفت ربی، ای پروردگار من. و الله برش گفت که ما برای تو این فرزند برای تو دادیم. پس اینی گپایی که در قرآن عظیم شان است، وقتی کسی قرآن نفهمه و درس عقیده را نفهمه، کاری میکنه مطابق مزاج خود. اسلامی قسمی نیست که مزاج من ولو گپ مخوایی دوست خدا هست ولا من اگه رفتم چی پروا میکنه. بعضی وقتا است که آدم میگه که پروا میکنه و پروا نمیکنه، لکن از نگاه عقیدتی ای پروا میکنه. ای که موضوع میگیم به نظر ما پروا نمیکنه، اینا نظر موضوع خود مسائل عقیده اعتبار نداره. اعتبار در عقیده ای است که ما عقیده رو یاد بگیریم، آنچه که قرآن برای ما درس داده و آنچه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله درس داده او رو یاد بگیریم. اما ای که مثلا هر کس از نظر خود گپ بزنه و بگه والا فکر ما اوتر است، والا از موضوع کده، از نگاه فکری و عقلی از موضوع کده. افلاطون خوب عالم بود، سقراط خوب عالم بود، انشتاین خوب عالم بود، لکن آیا او یک انسان موحد و یکتاپرست بود؟ نه. و اما علمشان تا یک قسمت میرساندشانه که میگفتن که این جهان که ما مطالعه میکنیم این جهان خالق داره، اما پیشتر از اون مسائل غیبیات انسان با عقل نمیتونه درک بکنه. از این خاطر در مسئله عقیده یک نقطه بسیار مهم است که یکی محسوسات است، باید همیشه فکرتان باشه. 3 بخش است. یکی محسوسات است، معقولات است و غیبیات است. محسوس چیزی که حس میشه، معقول چیزی که با عقل درک میشه و غیب چیزی که با وحی فهمیده میشه. پس اینال 3 اساس است در عقیده: حس، عقل، وحی. اینال ما شما همین 3 چیز داریم در دنیا. کل چیز همین به همین 3 بخش تقسیم میشه. آنچه که در دنیا است و آنچه که در آخرت است، آنچه که برای مربوط به عقیده موضوع میشه 3 بخش است. یا محسوس است که رو به حست میشناسی، یا معقول است که او رو با عقلت میفهمی، و یا چیز غیبی هست که رو با چی میفهمی؟ با وحی میفهمی. اینال عرصه زیرم الله برات داده. در محسوسات الله خطاب میکنه: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. میگه چرا این انسان ها نظر نمیکنن؟ اینجا منظور نظر چی است؟ حس است. چرا نظر نمیکنی به طرف شتر؟ کیف خلقت؟ عقلت. پس این آیت شریف هم حست خطاب میکنه و هم عقلت. حست چه قسم خطاب میکنه؟ که نظر بکو به طرف شتر. در شتر چی است که نظر میکنی؟ خلقت شتره که چه قسم خلق شده. از این خاطر وقتی که یک دانشمند متخصص یک تفسیر ما خواندم، او عالم چندین صفحه تنها درباره خلقت شتر نوشته کرد. چرا شتر مثلا بینیای دیگر تو این قسمی است، از شتر یک قسم تو طرف پشت سر است، سوراخ‌هایش. چرا لبای دیگه خوب آمد نرم است، لکس است؟ نه، لبای شتر خوب آمد کتا کشوال است، سخت. چرا مثلا سینه ما و شما هم تو خالی است، اما سینه شتر اقق توشک بالش تکا دارن؟
بازی هر کدامش میگه که بینی شطور به این خاطر این قسمی تو کجک رفته، به خاطر ازی که ای در صحرا وقتی که میره در صحرا اسب بند میمانه، دیگه حیوانات بند میمانه. شطور خداوند متعال تو خلق کرده که وقتی که در اونجا میره، وقتی که ریگ و شمالک و ترا میشه، ای در بینی ازی داخل نمیشه. پس نیاز نداره که دستمال بگیره و بینی خودم ماکم بگیره. قدرت خالق متعال و بینیش پشترش هر قدر شمال در روش بذاره این دقیقهش نیست، هم روان است روان. این لباش چرا کتا کتا است؟ همین تفسیر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. یا انسان متخصصی که میگه که الله بر ما گفته که چرا نظر نمیکنید؟ نظر کنین ببینین قدرت الله را. چرا لباس کتا کتا است؟ به خاطر اینکه در صحرا است، ات میوه و غذایی که ما و شما میخوریم نیست. اونجا چه قسم است؟ بعضی از درختای خاردار است و خارش هم تو سیخ سیخ است که همین ما تو که همین دست خدا بانیم اون لوایش ساخته شده که این خار میره جویده میره که از خار مارش هم تو خورده میره. در این قصه ایش نیست. این زیر سینه از بالشتکای قدری بالشتکا برای چی هست؟ تو خوب بالش جور شده که این وقتی که در سر صحرا که بسیار سرخ است خسته میشه، شطور که دم میگیره قرار در سر همی ریگی که مثلا خوب درجه حرارت بسیار قوی 50 و 52 هست، یک قسم ریگ یگان و خگیده باشن درش جواری رو پخته میکنن، نه پلا پخته میکنن. این بالشتکای زیر سینه ازی در سر ازم مانده میشه و هیچ حرارت برش تاثیر نمیکنه. پس ایناله این سه نقطه را اگر انسان مسلمان بفهمه از نگاه عقیده، کل مشکل اعتقادیش حل میشه. که در مسائل حسی و مسائل عقلی و مسائل غیبی، برای حس الله وسایل حسی دادن، برای دیدن چشم برات دادن، برای شنیدن گوش برات ما دادن، برای بوی کردن بوی حس شامه بر ما دادن، برای که مثلا اشیا را لمس بکنیم حس لامسه دادن. این هم نعمتهای الله هست، به خاطر چی که در امور محسوس ما مشکل نداشته باشیم. در امور معقول عقل بر ما داده. وقتی یک چیز را قلم میبینیم، آیا این قلم این پوشش بیهوده هست یا روی یک هدف گذاشته شده؟ پس اگر قلم این پوش نداشته باشه، بسیاری وقتای قلم مارکر اگر شما مثلا 10 دقیقه پوش وسو کنین چی میشه؟ خشک میشه. اگر اینی قلم این سرپوشش نباشه، یا خودش خشک میشه یا جیبت چی میکنه؟ رنگ میکنه. پس اینمی کسی که قلم ساخته برای قلم حجاب جور کرده. چی جور کرده؟ حجاب جور کرده که نه خود قلم خراب شوه و نه کسی دیگر ضرر برسانه. خانم‌ها چرا حجاب میکنن؟ به خاطر ازی که نه خودش اذیت شوه و نه سبب اذیت دیگر شوه. این حالا اگه من حجاب از این قلم بکشم و در جیب خود بانم، شاید من ببینم که پروانه داره، اما یک وقت سعی میکنم که پیرانم چی شده و در خانه برم بگم والای که شانم پاک نمیشه، زدی کالایت خراب پید. چهارمغز چرا داخل پوش است؟ هر چیزی که الله خلق کرده چیز خوبش است، داخل چی است؟ حجاب است. چهارمغز اگر در پوشش باشه بسیار وقت نگاه کرده میتونیش، اما اگر از پوست کشیدیش درست نگاه نمیشه. بادام هم حجاب داره. یک زن دکترا داشت در امارات متحده عربی، رئیس یک پانتون بود. بازی رئیس پانتون هم بود، در تلویزیون گپ میزد، چادر ای قسمی حجاب کرده بود، انتریش بود. بازی گفتن که تو رئیس پانتون هم هستی و ای قسمی حجاب هم کردی. بازو گفت که هیچ چیز خوبی در دنیا نیست که به حجاب باشه. انار حجاب داره، پشت داره نداره. هر چیز خداوند چی کرده؟ با حجاب. حتی انسان ها وقتی که میسازن، آدم هایی که مثل ما رو بے پرواز نی، موبایلش
چی نداره، پشت نداره، این سعی کن تکت تکت شده. میبینی؟ اما آدمایی که با سلیقه هست موبایل که چیز پوش خوبش داره، هم پوشک شواز میکنه بازسته. بله سلام علیکم. اینال او با حجاب نگاه کرد، موبایل چی است؟ محفوظ است. من که به حجاب ساخته موبایل من، از این خاطر گفت که هر چیزی که الله در روی دنیا خلق کرده او رو با چی خلق کرده؟ با حجاب خلق کرده. و زینت و ارزشش دمو چی هسته؟ دمو حجابش هست. و بعضی اوقات انسان مثلا میگه این بر روی مردا هم یک حجاب خلق کرده که ریش است. این کس که ریش خدا کل میکنه میگه این خیال نمیفهمه. یک وقت که پلدیش میزنه اگر یک قطره خون در کدام بخارش داخل وجودش شد این برش سرطان خونی پیدا میشه. بازی که به سرطان مبتلا شد با صاحب ریش خدا یک بلست میمونه، باز وقت به دردش نمیخوره. از این خاطر هر چیزی که الله خلق کرده او اما ارزش خاص خدا داره. یک وقت مردم میگفتن که این مار بد چیز است، دکترای طب آوردن در سر دواخانه عکس چی رو نصب کردن؟ چرا؟ به خاطر ازی که گفتن در مار هم در زار مار هم به مرضهای دوا هست، ای که موتو نمیفهم مشکل موتو هست. پس اینال محسوسات ما مسلمان ها با حس خود، آنچه که محسوس است مثلا کامپیوتر است، ما با حس خود کار میکنیم. اینه آنچه که معقول است با عقل خود از استفاده میکنیم. پس برای محسوسات الله برای ما حس داده، برای معقولات الله برای ما عقل داده و برای غیبیات برای ما الله چی داده؟ وحی داده. اینال اگه وظیفه ازی بگیریم چی میشه؟ یک نفر چشمای خود پت میگیره میخواد از طریق گوش خود ببینه، میتونه؟ یک نفر گوش خود محکم میگیره با چشم خود میگه من میخوایم گپ بفهم چطور هستی؟ و هم گوشای خود محکم میگه دو طرف دریا و استاد است طرف چی میکنی؟ ماهی میگیری؟ و باز باش میگه نه ماهی میگیرم. خب من فکر کردم که البته ماهی میگیری. پس ایناله اگر بخوای که وظیفه چشمت از گوشت بگیری گرفته نمیتونی، و از وظیفه گوش از چشم گرفته نمیتونی. میتونی از طریق معده خون مثلا خون تا به اعضای وجود روان بکنی. یعنی نفر میگه من قلب خدا وسو میکنم همین معده من نمیتونه کرده. پس وقتی که تو در این میگه تسلیم حکم الله هستی، وظیفه قلب از معده گرفته نمیتونی، وظیفه معده را از قلب. پس چطور تو میتونی که وظیفه‌ای که مربوط به وحی میشه او رو تو از چی بگیری؟ از عقلت. از این خاطر کسایی که با عقل خود در وحی مداخله میکنه چی میشه؟ عقیده چی میشه؟ خراب میشه. یک نفر میره پیش مولوی صاحب، والا مولوی صاحب همین قبر چطور است؟ مولوی صاحب برش میگه والا مولوی صاحب من نفهمیدم، والا عقیده من خراب شد. یک کس اومد گفت والا صاحب رفتم پیش یک مولوی صاحب برای من بسیار گفت و از درباره قبر و عذاب قبر و کیفیت عذاب قبر و این گپا مرا بیخی مولوی صاحب در شک انداخت. استاد آمدیم اگه مرا قناعت میتی خوب نمیتی من عقیده خود از دست میدم. گفتم برادر عزیز تو مولوی صاحب همین مشکل دارین که قبر غیب است. غیب است یا نیست؟ مربوط به غیب است نیست؟ عذاب قبر راحت قبر غیب است نیست؟ پس تو مولوی صاحب شیشتین با حس و عقلتان میخواین که وظیفه وحی را انجام بدین. اینال اینجا وحی برات اضافه از چیز نگفته، آنچه که گفته او را قبول کن. اضافه بیشتر که چه قسم است؟ در مسائل غیب که وقتی گفتی چه قسم است کیفیت چه خواستی مجبور کیفیتش از چی استفاده کنی بفهمی؟ از حست و از عقلت. وحی خو نگفته. در وحی گفت که عذاب قبر وجود داره. آلی چه قسم عذاب میبینه این نفر که در قبر است؟ شور است، شیرین است، کدام دنده برقی در جانش میایه، کدام
ایره بیدار میکنه، ایره روحش پس میاره داخلش میکنه، نه ایره میبرد آسمان، ملائکت از جانش، کل این موضوعات. این حال آنچه که از این خاطر میگه مسائل اعتقادی که هستی چی هست؟ توقیفی هست. توقیفی چی معنی؟ آنچه که در وحی آمد دمو چی کن؟ توقف بکن. بس این حال اگر میخوای که مثلا برای جان مقابل از وحی را، از دل خود، از عقل خود، خب مولوی صاحب یا از حس خود کار میگیره یا از چی؟ از عقل خود. وقتی که میخوای برای بگو جان مقابل قناعتش حاصل نمیشه، پس چی کرد؟ عقیدهش خراب ساخت. این حال اگر میخوایم عقیده ما جور باشه، باش میگیم برادر الله برای ما و تو در دنیا محسوسات خلق کرده، برای محسوسات برای ما چی داده؟ حس داده. معقولات خلق کرده، برای ما و تو چی کرده؟ عقل داده. و مسائل غیبیات است، برای ما در مسائل غیبیات چی روان کرده؟ وحی را. این حال آنچه که در وحی نیست در مسائل غیبی چی است؟ تسلیمی است، سکوت است. الله نزول میکنه، بله، چه قسم؟ من نمیفهمم. چرا نمیفهمی؟ غیب است. برای من میخواد گفته ید الله است، بله، چه قسم است؟ اگر قسمش ما شروع کنم یا مجبور هستم در حس پرتم یا در چی پرتم؟ در عقل. اما نه حس است وظیفه، چون غیب است، نه وظیفه حس است نه وظیفه عقل. یا مجبور منکر شوم، مثل که بعضی مردم منکر شدن، گفتن نه خداوند دیت نداره. صحیح نه؟ اگر منکر شدی خواهیت قرآن منکر شدی. اگر کیفیتش خواستی مجبور هستی یا به این دست از این تشمیش کنی یا به دست از اون تشمیش کنی. باز برای چی پیدا شد؟ مشکل اعتقادی پیدا شد. فهمیدید؟ این کلید تمام اعتقادات است. واضح است ان شاء الله. یعنی اگه آدم اینمی سه نقطه رو بفهمه کل عقیده جور میشه. ادب پیدا میکنی. در جای حس تمیگه که کمک کن. در جای عقل کمک کن. عقل کن. در جایی که حس و عقل کار نکرد مربوط به غیب میشه، مجبور چی کنی؟ تسلیم شی. سعی کن مثال دیگه. دروازه تک تک شد. صحیح؟ حس چی میگه؟ تک تک است. صحیح نه؟ حس دیگه چیز نمیگه. میگه دیگه بیادر من برات گفتم. آزارم نتی وطن دار. گفتم که تک تک است. عقل برات چی میگه؟ میگه پشت دروازه کسی است. حال پشت دروازه کی است؟ نه حس میفهمه؟ این حالا چون هوشیار هستی با اشتکا که خود تسلیم میشی، میگی برو دروازه را واز کن ببین کی است. پس تو طفل بعد میگه که فلانی نفر. چرا تو نمیفهمی و طفل فهمید؟ چون او رفت دروازه را واز کرد. خواه این حال در عالم اسباب و ما فوق اسباب هم قرآن برای ما خبر میده. یک نفر میخواد که اولاد داشته باشه، برش میگه که عالم اسباب است و عالم ما فوق اسباب است. عالم اسباب چی است؟ اول تو باید وقتی که اولاد داشته باشی باید جوان باشی، عالم اسباب است. دوم باید ازدواج بکنی، عالم اسباب است. ازدواج اما تو نشه که تو بری یک خانم 67 ساله بگیری. صحیح نه؟ ازدواج هم وقتی که تو 18 ساله هستی باید یک دختر 18 ساله برات پیدا بکنی و ازدواج بکنی. بازی که تو ازدواج کردی اینی شد عالم اسباب. پس عالم اسباب چی شد؟ پس ازدواج کردیم در کجا؟ در عالم اسباب. ازدواج در عالم چی است؟ اسباب. این حالا بناهن اینمی اسبابی که تو ازدواج میکنی مشروع هست. باید با اینمی اسبابی که الله برات گفته اینمی قسم ازدواج بکنی. این مشروع شد. این حاله اگر عالم اسباب ختم شد مثل زکریا علیه السلام واره، خانم چی شد؟ عاقر چی مانه؟ یعنی خانمی که نازا هست. یکی نازا هست و دیگه هم چی هست؟ سنش پخته شده و شوهرم سنش چی شده؟ کلان شده که حالا وقت اولاد به دنیا آوردنش نیست. حالا عالم اسباب ماند یا خلاص شد؟ حالا نوبتی چی آمد؟ ما فوق اسباب.
اینال زکریا علیه السلام چی کرد؟ در قبر رفت، در زیارت کدام پیغمبر رفت، پیش کدام مولا رفت که یک تاویز برم بده، یا رفت گفت که پروردگار بر روی آدم علیه السلام یا بر روی نوح علیه السلام برام یک بچه بده؟ اینال گفت که رب انی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا. گفت پروردگار چرا دیگه گفت صاحب استخوانایم پوسیده شده، یعنی من دیگه جوان نیستم، پیر هستم، مویایم لکن پروردگار اولاد میخوایم. اینال ما فوق اسباب مربوط به اسباب نیست، مربوط به الله است. اذا اراد شیئا ان یقول له کن، پس کن فیکون عالم کدام است؟ ما فوق اسباب است. این به کی تعلق میگیره؟ به الله تعلق میگیره. حالا اگر یک نفر این عالم ما فوق اسباب برای کی میته؟ بر مخلوق میته. والا ما پیش فلان نفر رفتم تو بگی بر من یک امر نشته که العیاذ بالله که خانه ما چی شوه؟ اولاد شوه. ایناله او تعلق میگیره به کی؟ به خالق متعال. پس به الله رجوع بکن. اگر الله برات ما فوق اسباب داد میته، مثل زکریا علیه السلام. اگر نه که برات نداد خلاص تسلیم میشی برای آنچه که اوامر الله است. واضح شد نه ان شاء الله عالم اسباب و ما فوق اسباب واضح است دیگه. خب اینال در استعانت اینمی موضوع بسیار مردمه که در شرک میپرته و فرق بین موحد و مشرک پیدا میشه در عالم اسباب. در این نقطه هست که استعانت دو قسم است. در مجموع استعانت به دو بخش تقسیم میشه. یکی استعانت مشروع هست و یکی استعانت غیر مشروع هست. چند قسم است؟ یکی مشروع و یکی غیر مشروع. استعانت مشروع یعنی سه قسم استعانت مشروع هست. خود استعانتی که مشروع است، جایز است، درست است، حلال است، خوب است. اول استعانت از خالق متعال است. استعانت از کی است؟ از خالق متعال است. این استعانت با قلب و عمل، با قلب پاک میشه. این استعانت چی میشه؟ که عقیده داشته باشی و قلبت پاک باشه، از طریق قلب انجام میشه و عملا هم میشه که از خالق متعال میخوای. من عقیده دارم ایاک نستعین، پس من میفهم که مستعان کی است؟ الله است. و من قلبم رجوع میکنه به کی؟ به خالق متعال و عملا دست خود بلند میکنه به بارگاه خالق متعال. پس اینی هست بخش اول استعانت مشروع که انسان عقیده داشته باشه که الله مرا در هر لحظه کمک میکنه و قلب خود بر الله تعلق بده و عمل خود عملا به الله رجوع بکنه، سجده بکنه. واسجد واقترب. و این دفعه گذشته هم گفتیم که ایاک نستعین اصلا چی بوده؟ نستعینک. این حالا میگم این کافی که در آخر میامد کمک میخوایم الله هستو. این میگه ایاک در اول آوردن. چرا؟ این علما میگه که چیزی که حقش تأخیر است وقتی که تقدیم میشه اینجا حصر معناش نمیده که یعنی استعانت فقط از کی گرفته میشه؟ از الله گرفته میشه. خب این کلمات این چیزاش که یا تخصصی است چیزه. و او حدیث شریف هم خواندیم که عبدالله ابن عباس برش رسول اکرم صاحب توصیه کرد که اذ استعنت فاستعن بالله. وقتی که استعانت میخواستی از کی استعانت بخوای؟ از الله. او حدیث طویل است، ما شما در هفته گذشته هم خوندیم. دیگه چی است؟ این استعانتی که از الله خواسته شده مثالاش بسیار زیاد است در قرآن عظیم شان. همین قسم اول مثالاش بسیار زیاد است. مثلا پیشتر قصه زکریا علیه السلام براتون گفتم که ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث باز الله برش میگه یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى.
باز ببین زکریا علیه السلام چون در عالم اسباب فکر میکنه، باز میگه قال رب ان یکون لی غلام، میگه من چطور فرزند داشته باشم؟ دعا خو کرد. حالا پروردگار چطور امکان داره که ما فرزند داشته باشم؟ و کانت امراتی عاقره، و خانم مام نازا بود و در جوانی خود صاحب طفل نشد. و قد بلغت من الکبر عتیا، آل ما هم سن بسیار دیگه بالغ شده که آل دی سن کس اولاد به دنیا نمیاره. اینجا الله برش چی قسم میگه؟ از عالم ما فوق اسباب برش میگه قال كذلك قال ربك هو علی حی. الله میگه این کار برای ما بسیار چی است؟ آسان است. چرا؟ این ما فوق اسباب که به کی تعلق داره؟ به الله هست، به کن فیکون. پس او برای الله چون که کن فیکون، خدا کنه که تو 5000 سالان باشی، 90 ساله باشی، 120 ساله باشی، وقتی که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس این عالم ما فوق اسباب اینه میست. او علی حی. الله میگه این تو که فکر میکنی که تو انسان هستی و خانمت نازا هست و خودت سنت کلان است و مثلا دیشت سفید است و استخوانات ضعیف شده و موی سرت سفید شده، این چیزا در عالم اسباب بر تو تعلق میگیرن. اما الله میگه این بر ما آسان است. یعنی بسیاری وقتا است که کار را که مثلا مخلوق کردن نمیتونه، خالق متعال با یک لفظ کن فیکون. این حال نقطه دقیقی که در عقیده در اینجا هست، در این میجه هست که اونمو اراده الله که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعضی مردم که عقیده را نمیفهمن، اینمی صفت خالق برای کی میتن؟ برای مخلوق میره، برای مخلوق میگه که تو برای من بچه بتی، تو برای من دختر بتی، تو برای من صحت بتی. او مخلوق مثلا دفن از در فلانی منطقه، ای از اینجا برش میره، او روحش هم از اینجا رفته و او خودش بیچاره برای خودم روح داده نمیتونه، برای از او میره که برای من چی بته؟ بچه بته یا دختر بته. صحیح است؟ این حال برای من بچه بته یا دختر بته، خب مسئله یحیی و یمیت است. این حال تو گرفتی در کال مخلوق خالق کی رو داخل کردی؟ مخلوق. و این بسیاری مردم ها نمیفهمن. شاید شما دوست خداوند است، از کرامت دوست خدا منکر هستی؟ برادر این مربوط به کرامت نمیشه. این خود اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یکی از خصوصیات خالق متعال است که این حتی پیغمبر نداره. حالا پیغمبر گفته میتونه که کن فیکون؟ پیغمبر نمیتونه. پیغمبر در مقابل چشمش اولادش چی میشه؟ فوت میکنه و او رو نجات دادن نمیتونه. این تو وقتی که پیغمبر بزرگوار است، از این خاطر بعضی مردم ها هست عاطفه احساساتی دارن، میخوان که صفت خالق برای مخلوق بده. وقتی که تو برش میگی که این صفت مخصوص خالق است، اینو به مخلوق نده، تو رو میگی که تو ولی این مردکه رو دوست نداری. نه خیر، من رو دوست دارم، لکن اون صلاحیتش نیست، اون کارش که مربوط به خالق میشه. باقی مانده درس هفته گذشته را گفتیم که اقسام استعانت، یکی استعانت مشروع بود و یکی استعانت غیر مشروع. امی مشکل اکثرا برادرایی که اینجا سوال میکنن، امی برادرایی هستن که یا میخوان که عقیده را دمی یک درس که آمدن کلش یاد بگیرن. ما امروز درس عقیده ما درس 43 است. درس 43 در درس 43 ما بسیاری از مسائل تابال مطرح کردن نتانستیم. یعنی کسایی که بعضی اوقات ما دیدیم در صنف امروز یک نفر برام در تلفن میگه استاد اگه می اسماء الله الحسنا رو با بشه، امیر برام در تلفن خلاصه شبو گویی دیگه. ما دلم بود مجبوریم خیبه یک دمی تلفن کدام کس همونجا نیست یک لنگی 5 متره برای دستاربندی هم کنه، شاهدنامه هم بگیری. نمی عیب مردم افغانستان دا اینمی است که حوصله درس خواندن ندارن، حوصله ندارن که درس بخوانن و چون حوصله ندارن وقت هم ندارن. این ماه رمضان است دیگه، مقصد میان باز مجموع درس های عقیده که ما در 41 درس یا در 42 امروز درس 43 مش است، این میخواد کل زیر دمی یک 5 دقیقه یاد بگیره و یک سوال کنه و جواب بگه. اینا این مسائل که است وقتی که سوال میکنه استادم نمیتونه در وقت کمی رو تشریح بکنه
و اما فرمول ها و قواعد کو داره او را هم درست استادم آمادگی نمی داشته باشه، بعضی اوقات تو پیش خود فکر میکنه و خود از این نفرم با این شکل بسیاری کسا عقیده خود خراب میکنن. یک سوال 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای فهم عقیده را. از این خاطر اگر ما میخوایم که عقیده را درست بفهمیم باید برای فهم عقیده وقت بدیم و در حلقات درس عقیده منظم اشتراک بکنین. ما میفهمیم کسایی که در حلقات منظم اشتراک میکنن خود به خود سوالاتشون حل شده میره. کل مشکلی که در درسای ما ایجاد میکنه برادرای محترمی که مقطعی میین، مثلا یعنی در 43 درس در 2 درس آمده، این حالی ذهنش کاملا خالی است، با سوال پیدا میشه هم استاد در حرج میپردن. چرا استاد وقتی که اینجا یک درس میگیره آمادگی میداشته باشه، اما وقتی که تو سوالای دیگه که میکنی بسیاری وقتا او مجبور است بیچاره بگه که من نمیفهمم و چیز پیدا میشه، مشکل پیدا میشه و این خود از این راه حل نیست. یعنی برادرای محترم که ما شما چی میکنیم به هر صورت اقسام استعانت که استعانت مشروع هست، استعانت مشروع و یکی استعانت غیر مشروع. استعانت مشروع چی است؟ استعانت گرفتن اول از خالق متعال است که انسان از الله استعانت میگیره و من مثالش هم براتون گفتم. دوم قسم استعانت از مخلوق است در عالم اسباب. عالم اسباب ما شما فهمیدیم و استعانت خواستن هم یا کمک گرفتن از یک انسان است در چی؟ در عالم اسباب است. شما استعانت میگین از یک نفر قلم تا بر ما بده، کتبتو بالقلم. ای باب ای بیر چی میگن ای باب بیل الاستعانه در درسای نحو میگن. یعنی چی است؟ من نوشته کردم به واسطه چی یا به کمک کی؟ قلم. پس این چی است؟ عالم اسباب است. شما پیش دکتر میگین چی است؟ استعانت از مخلوق است. دکتر کی است؟ مخلوق است، لکن در عالم چی است؟ اسباب است. تداوی میکنین، معالجه میشین، پیش استاد میرین، درس میخواین، کلش این موضوعات میشه مربوط به چی است. پیش یک استاد میرین براتون درس میتن، استعانت از درسش میخواین. تو میای پیش من درس میخونی که استاد بر من توحید تشریح کن، اما بر من 12 شب زنگ میزنی که استاد ما که خداوند میخوایم گپ بزنم که خداوند توبه دارم. من برادر در اینجا که هست اینجا ما بین تو بین خالق واقع نمیشم. درس شما برات میدم اما تو خودت با خالقت مستقیما چی بگی؟ ارتباط بگی. این استعانت در عالم اسباب چی است که آدم از اسباب و وسایل دنیوی برای رفع مشکلات خود کار میگیره. پیش دکتر میری، پیش دریور میری، از هر کس از خیاط کار. کل ما شما در عالم اسباب کار میکنیم. مثلا ما پیش سلمان میریم سرم تغییر میکنم، پیش گلکار میریم خانه ما جور میکنم، پیش نجار میریم برام الماری میسازم، پیش خیاط میریم بر لباس میسازم. این چی است؟ این استعانت در چی میگن؟ در عالم اسباب است و این کلش مشروع هست و هیچ کدام مشکلی نداره. خب این استعانت در عالم اسباب هم که از مخلوقات است، این هم باز در بین خود 3 قسم است. همین استعانت از مخلوق در عالم اسباب بازی میگن 3 بخش داره. یکی استعانت در نیکی هست، مثلا میگه و تعاونوا علی البر و التقوی، استعانت در کارهای خوب است. دوم استعانت در کارهای زشت است که از مخلوق میگیری ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیگه این چی است؟ استعانت. و قسم سومش هم استعانت در مسائل مباحات است که بهش میگه و احسنوا ان الله يحب المحسنین. خب این حال استعانت از خالق بود، استعانت از مخلوق بود. سوم قسم چی است؟ استعانت مشروع. استعانت از اعمال معنوی هست، از اعمال معنوی هست. استعانت در اعمال معنوی. اعمال معنوی چی واستعینوا بالصبر والصلاه. پس این هم استعانت مشروع هست. یک دفعه استعانت از الله گرفتی در امور مافوق اسباب، استعانت از مخلوق گرفتی در عالم اسباب، دیگه استعانت گرفتی از اعمال نیک خود. چه قسم؟ واستعینوا میگه کمک بگیرین به صبر و صلاه. سر تو یک مشکل آمد، چه قسم کمک میخوایی از معنویت از اعمال نیک خودت؟ اول صبر میکنی، خودت صبر تو چی میکنه؟ کمک میکنه که تو عاجل اقدام نکنی. و صلاه چی است؟ که میری نماز میخوانی، سجده میکنی و مشکل تا بر الله میگی. پس این قسم سوم استعانت مشروع هست. خب قسم دوم استعانت چی بود؟ یکی مشروع بود، دوم چی بود؟ غیر مشروع. غیر مشروع این استعانت غیر مشروع هم 3 قسم است. یکی استعانت از مخلوق در عالم مافوق اسباب است. این غیر مشروع و حرام و شرک و کفر است. استعانت از مخلوق در عالم چی؟
ما فوق اسباب. چرا ما گفتیم که الله جل جلاله چی میگه در ما فوق اسباب؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اناله وقتی که الله یک چیز را اراده بکنه بر از او میگه شو، میشه. انال تو میخیزی اراده الله را به مخلوق میتی، میگی که اگر مخلوق اراده بکنه که این کار شوه میشه. پس چی شد اینجا مشکل؟ که اونمو اراده الله را، صفت الله را که کن فیکون است، اینو برای کی داد؟ به یک مخلوق داد. اینی استعانت نامشروع هست، ناروا هست و غلط است. متوجه شدین؟ خب دوم قسم استعانتی که نامشروع هست، استعانت از مخلوق در امور غیر مشروع. یعنی این هم ناروا هست که تو از مخلوق در کارهای نامشروع کمک میخوای. مثل چی است؟ مثل استعانت گرفتن از جادوگران در تداوی. اینال برادر عزیز فکرتان باشه جادو میشه، جادو تأثیر خود داره. یفرقون بین المرء و زوجه. اینال مثلا یک نفر بیدین است، میخوای که این نفر خانم خود طلاق بکنه، صحیح نه؟ اینال وقتی که به جادوگر رفت امی برش امی کار کرد نکرد، آلبرزی منفعت شد نشد. پس آیا هر وقتی که یک چیز بر ما منفعت میاره اون منای زیر میته که او جایز است؟ یک نفر شراب میفروشه، از شراب فروشی خود مای 50,000 1 لک آید میکنه. تو میری کار میکنی دکانداری مای 10,000 پیدا میکنی، شراب فروش مای چند پیدا میکنه؟ 50,000. آیا منفعت از او منای زیر میته که برش حلال است؟ اینال بعضی اوقات است متوجه باشین که در مسائل اعتقادی وقتی که برای یک نفر یک مشکل پیدا میشه، راه حل دو راه داره. دو راه حل داره. یک راه حل مثبت است که عقیده حفظ میشه و یک راه حل منفی است که حل برات میاد لکن عقیده از دست دادی. یک نفر دندانش درد میکنه، میره پیش یک دلاک، میگه این دندان مرا بکش. این انبور رو میگیره، این دندان از زیر چی میکنه؟ میکشه. لکن این خود دندان درد شدگیش خمیل فعلا تسکین شد، دندانش کشید. لکن یک مواد این دان ازی تورم میکنه و میره پیش دکتر. دکتر میگه که امی وسایل از این نفر چی بود؟ میکروبی بود. همون لحظه آنی بر تو فایده کرد، لکن بر تو اینمی دندان تو تعلق به اعصاب داشت، رگ اعصابت را قطع کرده و این میکروبی شده و این شده و این شده. تو باید گپت به $10,000 مصرف میرسه. این حال انسان هوشیار پیش از دلاک نمیره، میره پیش دکتر متخصصی که او دکتر متخصص هم دکتر جلدی نباشه. پیش دکتر حیوانات هم نمیره که دوا میته وترنر. پیش دکتر متخصص دندان میره و او دکتر برش پچکاری میکنه، دستکش دستای خود میکنه و آستای که دایره مثلا مواد ضد عفونی میکنه و بالاخره باز دندان از زیر میکشه، باز دوا میتهش، باز برش نسخه میته، برش رخصتش میکنه. اینا نمیخوایم که در دندان دردی بسیار مردم مشکلات پیدا میکنن. این میخوایم در عقیده هست. یک نفر برش یک مشکل پیدا میشه، میره پیش جادوگر، میره پیش یک فالبین، میره پیش یک آدمی که او چیزیست. آنن او میتونه برش یک کار بکنه. لکن جادوگر چی کرد؟ جادوگر مشکل تو را در چی طور مبتلا کرد؟ تو را در شرک و در کفر انداخت. چرا؟ وقتی که پیش جادوگر داخل شدی، جادوگر اول چیزی که کاری که قراردادی کرده تا وقت انسان جادوگر نمیشه تا که سر قرآن لغت نکنه. پس تو را وادار میسازه کنه امو جادوگر در زیر یک جادوگر گیر کردن، بالاخره که اتاق خزیره کشف کردن، اعتراف کرد، گفت قرآن کجا ماندی برام؟ بکش قرآن. اما نفرها میفهمیدن، گفت بکش در کجاست قرآن در اتاق تو. خب بالاخره اینه که یک چند سیلی کش کردن و گفتن عاجل برقه بکش. گفت بیاین برو اونجا دمین دان دروازه، دمین زیر پای که نو داخل میشه که قرآن شریف دفن کردن در خاک دروازه. و هر کسی که پیش جادوگر میره چی میکنه؟ با دو قدم خود سر قرآن چیز بشه. دیگه جلدای قرآن گفت دیگه کجاست؟ بکش تو قرآن شریف حتما در اتاق است. گفت ورن صاحب در زیر خانه برین. در زیر خانه 10-20 بیل مرداری و کثافت انداخته و امروز از جلد قرآن هم مونده. چرا که جادوگر تا وقتی که قرآن توهین نکنه، نام الله را توهین نکنه، این نفر رفت پیش جادوگر و جادوگر برازی به اشکال جادویی یک کار کرد. این حال عقیده زیر خراب کرد و مریضش جور شد. یا یک نفر سر جن شیشته،
جن شیطان است. آمد یک نفر آزار داد، بلند میگه که این گپ هم میزنه، از مریض کو اردو گپ میزنه. من خودم دیدم کتشان از مریض کو لیل و زیارت میں اور ادھر حلوا کرو، ایک بقری کو حلال کرو. این نفر میگه اون جندایش گپ زد. تو دبند فرانی زیارت هستی، تو جا بر یک دیگه حلوا پخته بکن و اونجا گوسفند ذبح بکن. این حال وقتی که میره دو زیارت و گوسفند ذبح کرد، این مشرک شد. هدف شیطان چی است؟ مشرک ساختن تو است. پس این رفت اونجا مشرک شد. اما مریض جن زدگی چی شد؟ جور شد. چرا؟ همون جنده که میخواست اینمی کار بکنه کار شد. پس این نفر آمد که اینه من جن داشتم رفتم در فلانی زیارت، اینی گوه حلال کردم، اینی گوسفند حلال کردم، وقتی که ذبح کردم همین مریض ما چی شد؟ جور شد. این حال این جن نداره طریقه شرعی و اسلامی که این جن جور شود. اگر پیش یک عالم خوبه که ببره که قرآن بخونه، او جنش گپ میزنه و حتی برش میگه که مسلمان شو. حتی من کسایی را میشناسم تا وقتی که عقیدهش خراب بوده در خانهشان جنها بوده، وقتی که عقیدهش جور شد خانه جن من نیست. عقیده خراب بود، جن کاملا مسلط به سر کلگی. تو تعویض بده، تو شاگردی تعویضگر بکن، تو پیسه بگی، تو فلانی بگی. وقتی کل از عقیدهشان خوب شدن، خوب تو سلفیای تککی شدن، نه جن دست نیست. خانه مو خانه. جن فهمید که علی مردم چی شده؟ عقیده چی شده؟ جور شده. لکن دیروز عقیدهش خراب بود. پس از ضعف عقیده تو استفاده میکنه. از این خاطر یکی از استعانت است از جادوگران. این حال جادوگرها که است، دو قسم جادوگر ما داریم. یکی جادوگر است که جادوگر اصلی هست که او کتش شیطان معامله داره و این در افغانستان بسیار کم است. در بین اون دوست یگان تا و در بین کسایی که خدا مسلمان میگن، در بین از هم شاید مثلا اگه پیش 100 نفر بیری که تو فکر میکنی که تعویض میده و جادو میده، از بین 100 نفر اگه 2 نفر از هم تو جادوگر چی باشه؟ مسلکی که کت جن کت شیطان مستقیما ارتباط داره و کافر است. 98% دیگه از چی است؟ از کتاب‌هایی که امی جادوگران نوشته کردن از او استفاده میکنن و خودش خوب خود دیندار فکر میکنن، با تقوا فکر میکنن، دشمن شیطان خود فکر میکنن، اعوذ بالله هم میکنن. لکن کار شیطان میکنی نامت ولی گر ولی این است لعنت بر ولی. این بیچاره چی مشکل داره؟ این به خاطر اینه که اولادی یک آدم خوب است، از یک خانواده خوب است، پدرش یک آدم خوب بوده، پدر کلانش یک آدم خوب بوده، آل برزی اینمی چیز از پدر کلان یک وسیله میراثی عایداتی مانده. وسیله عایداتی میراثی است. پس ما زمین خانواده هستیم، برای ما پیسه میه، مردم میه، خلاص نشته میکنیم چی است. پس این نفر در عقیده معلومات ندارن، این میره چی میکنه؟ از چی استفاده میکنه؟ از کتاب هایی که در پیش پل خشتی اونجا چاپ شده. کدام کتاب است؟ تمتم هندی. از این تمتم هندی وقتی که یک نسخه نوشته میکنه اون مردکه جور میشه. اما این نمیفهمه که اینمی تمتم هندی، اینمی الفاظی که دایی از چی است؟ الفاظ شرک است. نوشته است اما چطور 100 نام شیطانی با یک جدول است، نوشته کرکبیل، خرخبیل، نرنبیل، جرجبیل فلانی و طرف. وی چی هست؟ وی پیشمه اینجا هست، اگر پروژکتور می بود ما براتون نشان میدادم. این حال این نفره که بیچاره مشکلش چی است؟ این خوب آدم است، این بیدین نیست، هدفش کفر نیست، لکن کل هدفش چی است؟ پیسه هست. مثلا از خانواده فلانی نفر هستم و پیسه من بر من میرسه، بنابراین من تعویض میدم. این حال این عقیده را نمیفهمه. این حال الفاظ کفری را غیر مستقیم نوشته میکنه. جانب مقابلم در چی میپرده؟ در شرک میپرده. جانب مقابل در کفر میپرده و خودش میگه نه من حاجی هستم، من مولوی هستم، من با تقوا هستم، من مجاهد هستم، من تهجد میخوانم، من نماز میخوانم. این ما بالفعل دیدیم. این حال این کافر قصدی نیست، مشرک قصدی نیست. این چی میشه؟ با اساس جهل که داره، چون عقیده را نمیفهمه و کس برش نگفته، خلاص اینه میخواستم وقتی که ناو کی تولد شده صاحب چی است؟ بر از این لنگی بسته کردن. وقت نامش از ملا فلانی خان آخر. این حال این میگه که من ملا هستم،
من عالم هستم، من اولاد پیغمبر هستم، من آقا صاحب هستم، من شخصیت خوب هستم و واقعا خوب آدم است، لکن خوب آدم است لکن شیطانی رو چی کردن؟ در شرک مبتلا کردن، الفاظ کفری رو نوشته میکنن. این حال وقتی که یک نفر نافهمیده کافر میشه، آیا بیخبری از قانون عذر پنداشته میشه؟ یک نفر میخیزه فکایی میگه سر خدا، فکایی میگه سر پیغمبر. یک نفر خیز صحابه و پیغمبر یار دشنام داد در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. مردم برش گفتن تو چی میگی؟ تو صحابی پیغمبر رو دشنام دادی. وقتی که گپ به پیغمبر رسید، آمد گفت یا رسول الله صلی، از کمربند شتر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ماکم گرفت و برش میگفت که انما كنا نخوض و نلعب. ای پیغمبر صلی، ما مذاق میکردیم، ما ساتیری میکردیم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سر شتر سوار است و آیت قرآن برش میخوانه، قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون قد کفرتم بعد ایمانکم. تو سر الله رشخند میزنی؟ سر پیغمبرش خند میزنی؟ سر صحابهش خند میزنی؟ کافر شدی بعد از ایمانت. درست بود که مسلمان بودی، امیرش خندی تو نیست. ما رش خندی مذاق میکردیم. اوه در هر چی مذاق داریش بابا مذاق، در هر چی مذاق سر خدا و سر پیغمبر و سر قرآن و سر صحابه مذاق. ای چطور ایمان تو داری که تو رو جرأت میده که تو دی باره مذاق بگویی؟ ایناله اینی مشکل است. ایناله این میگه من خود از خاطر پیسه ای کارم میکردم، من خود به خاطر منفعتی کارم میکردم. اما ای به خاطر منفعت نیست، منفعت تو چیز نیست. تو مردم در شرک مبتلا کردی، تو مردم دعوت میکنی که بیار گوسفند ببر از زیر پای فلانی مخلوق بکش و او ذبح به غیر الله است. و تو وقتی که تو مردم به شرک دعوت میکنی خود در شرک مبتلا شدی. اینال او 100 نفر 200 نفر 500 نفر کسایی که گپ تو را قبول کردن و به خاطر احترام تو رفتن گاو گوسفند آوردن و اونجا چی کردن؟ در مقابل مخلوق ذبح کردن. پس تو رو در شرک مبتلا کردی و او در روز قیامت از یخن تو میگیره و تو را به می قسم نمیمانه. اینال عقیده توحید، اینال اینی دقایق خدا داره که انسان مسلمان باید بفهمه. ولی من خبر ندارم. اینال استعانت گرفتن از کاهن، استعانت گرفتن از فالبین، این از چی است؟ استعانت غیر مشروع است. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه عکس پیش یک فالبین. شما میبینید مثلا یک نفر یک کتابک مانده، یک چند تا دانه کم سایر قسمی میپرته و این سفر رو میبره چی نامت؟ میگه که بلبل شاه. خب بلبل شاه نشته است. بلبل شاه روز چهارشنبه زن میکنی، روز پنجشنبه زنت میگروزه، در بین دو جمعه میموری، در بین دو جمعه ای توی میکنی. دیگه اینجا آمده که مثلا وقتی که 40 ساله شوی صاحب 7 اشتک میشی. اینمی حکمش چی است؟ همین حکمش چی است از نگاه عقیده؟ از نگاه عقیده رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه کسی پیشرامت فالبین عراف کاهنه که از این چیزا گپ میزنه و بر تو از غیب خبر میده، پیش ازی میره میگه و مجرد شیشتن پیش ازی 40 روز عبادتش نابود میشه. ما این بارک رمضان روزه گرفتی، باز رمضان 6 روز دیگه هم چی کردی؟ گرفتی؟ صحیح نه؟ 3 روزی دام به خاطر رضایت خداوند خوب آمد تو ایدی کردی و دوستی کردی و چی کردی؟ یوم گفتی باشه عبادت تیر شوم. 30 جمع 3 33 6 روز دیگه هم چی کردی؟ شش کام گرفتی 39 روز شد. روز 40مش از پیش سینمای پامیر تیر شدی. دیدی که قرار یک نفر شیشه گفتی بیا میری یک دهی بتم تو بگی یک فال ما ببین. چی شد؟ از نگاه شرعی چی شد حکمت؟ 40 روز عبادت چی شد؟ شفت دلید. گلم از جمع شد.